خوش اومدید به ویدیویی که منطق توش کم میاره، جایی که جوابا از سوالا فراری هن. این یه ویدیوی پارادوکسه و هر کی بتونه به هر کدوم از پارادوکسایی که میگم در آینده جواب بده خیلی خفنه و امروز قراره منم ثابت کنم خیلی خفنه ما به یکی از این پارادوکسا جواب بدم. البته نمیدونم جوابم مورد قبول هست یا نه، ولی خب بزن که بریم ویدیو رو شروع کنیم. سلام به همه، من آرش د لجند هستم و ولکام به یک ویدیوی جدید و برو بریم که شروع کنیم. پارادوکس اول، پارادوکس دروغگو. این پارادوکس برمیگرده به یونان باستان و یه جمله خیلی ساده است. این جمله دروغه و خب اگه کم بهش فکر کنی، اگه جمله راست گفته باشه پس یعنی دروغ بوده دیگه، پس نمیتونه راست گفته باشه. پس و اگرم دروغ گفته باشه یعنی راست گفته دیگه. در نتیجه یه خر تو خریه که نمیشه بهش جواب دقیق داد. توی کامنت ها واسم بنویسید به نظر شما این پارادوکس راسته یا دروغه. اما بریم سر جوابایی که بهش دادن. اولین جوابی که بهش داده شد اینه که این پارادوکس همزمان هم درست است هم غلط است، که از نظر منطقی نمیشه و همینطور زبان انسان جوری طراحی شده که یک جمله نمیتونه همزمان هم راست باشه هم دروغ باشه. برای همین اومدن و این جوابو قبول نکردن، که البته بعداً قبولش کردن و گفتن بر فرض محال اصلا همچین چیزی درست. حالا بهش میرسیم. جواب دوم اومد گفتش که این پارادوکس نه راسته نه دروغه. برای همین پرابلمشون سالو شد. اما پارادوکس های ویژگی دارن. اگه بتونی بهشون جواب بدی تقویت میشن. برای همین وقتی که اون جواب اولی اومد، یعنی گفت همزمان هم درسته هم درست نیست، اومدن دوباره پارادوکس رو از اول نوشتن. گفتن خیلی خوب این جمله صحیح نیست، حالا چطور؟ اومدن جمله رو تغییر دادن ولی با همون مضمون، اما دیگه جواب همزمان هم درست هم غلط روش نمیشینه. یعنی اون یکی جمله رو اومدن براش گفتن خب پس نه درسته نه غلطه. خیلی خب اونا گفتن باشه ما اینو ازتون قبول میکنیم و اومدن دوباره جمله رو از اول نوشتن. این دفعه این جمله تبدیل شد به این جمله فقط میتواند غلط باشد و برای همین دیگه همه توش موندن دیگه. گفتن حالا دیگه چون فقط آورده دیگه ما نمیتونیم بگیم همزمان هم راسته هم دروغه. و دوباره بهتون میگم نظرتون رو توی کامنت بنویسید، چون جالبیش اینجاست که جواب شما چه این باشه که راسته چه دروغه همزمان درسته و این جالبش میکنه. برای شفاف سازی بیام بگم که جمله همزمان درست یا غلط نیست. یعنی اگه یه نفر بیاد بگه این جمله درسته اون داره درست میگه و اگه یه نفر بیاد بگه این جمله غلطه اونم داره درست میگه، ولی باعث نمیشه که همزمان درست و غلطیش همزمان بشه. یکم مفهومش سخته ولی شما در همین حد بدونید. بریم سر پارادوکس دوم، کشتی تسوس. این کشتی رو اکثرا شنیدین پارادوکسش چیه، اما اینجا میخوایم بهش یه جواب بدیم. خیلی خب بریم ببینیم مثلا پارادوکس چیه. پارادوکس میگه که تسوس یه شخصی بوده، فکر کنم نیمه خدا بوده، دقیق نمیدونم، بهم خورده نگیرید، و یه کشتی داشته که باش اینور اونور میافته. حالا بعد از چندین سال این کشتی نمیدونم چوباش میپوسه، میخاش فلان میشه، بادبانش پاره میشه، میخوره تو در و دیوار و این آروم آروم عوض میکنن. انقدر عوضش میکنن که دیگه هیچ قطعه قدیمی توی این جدیده نیست. و سوال اینه آیا این کشتی همون کشتی قبلیه؟ اونایی که گفتن آره مثل پارادوکس قبلیه تقویتش کردن، گفتن خیلی خوب میگی کشتی جدیده دیگه. از کی این کشتی جدید شد؟ موقعی که 51% کشتی نو شد دیگه شد کشتی جدید، یا موقع 75% یا موقع 95%. این نو شدنه رو، این کشتی جدید شدنه رو شما توی چه سطحی از بازیافت میگن نه بازسازیش حساب میکنی؟ اونایی هم که گفتن نه این کشتی همون کشتی نیست، گفتن خیلی خوب آیا این توی آب میتونه بره؟ بله میتونه بره. از چوب بلوط ساخته شده بود قبلیه، جدیدم از چوب بلوط ساخته شده که درسته. بادباناش از فلان پارچه بود، دوباره از فلان پارچه گرفتیم، طراحی داخلیش رو همون شکلی گذاشتیم، پس این کشتی همون کشتیه دیگه. تو چطوری میتونی بگی نه؟ و برای هر دو نفر که گفتن آره یا نه اومدن یه پارادوکس تقویت شده زدن. گفتن خب حالا اگه یه نفر یه تیکه کشتی رو از همون تیکه کشتی قبلی نگه داشته باشه چی؟ اون وقت داستان چیه؟ من یه جواب برای این پارادوکس دارم و نمیدونم از لحاظ فلسفی درست هست یا نه، یا نمیدونم اصلا قبلا کسی اینو گفته باشه یا نه. اما خب بریم که جوابتون بگم. قبل از اینکه جواب بگم بعد با یه مبحث آشنایی داشته باشید.
مبحثش اینه که سوالات در شرایط مختلف جواب مختلف دارن. برای مثال یک فردی است که میگیم آیندهش یک معتاد بدبختیه که به هیچ کس کمک نمیکنه، کلا آدمیه که فقط ضرر وجودش، و من میخوام چون احساسات و اخلاقیات رو بکشیم بیرون، با اینکه نمیشه کامل کشید بیرون، ولی یه آدم بدبخت بیشوره، اصلا نباشه بهتره. آیا شما اینو باید بکشی؟ یعنی کشتنش خوب است یا بد؟ خب معلومه که کشتنش خوب نیست، از لحاظ منطقی هم خوب نیست. حالا اینکه خوب چیه بد چیه اینا رو فکر کنید همه رو با هم قبول کردیم و وارد فلسفه اونا نشیم. و خب پس بده دیگه کشتن این آدم، حالا هر چقدر بخواد آدم بد و بدبختی باشه، باید مثلا ولش کنیم یک گوشه موادشو بکشه، نمیدونم حالا هر بلایی که میخواد سر خودش بیاره. اما بیاین یکم قضیه رو عوض کنیم. همون فرد، ولی اگر بکشیمش شما 7 میلیارد انسان رو نجات دادید، اما اگر نکشیمش 7 میلیارد انسان به خاطر زنده بودن این میمیرن. حالا چطور؟ منطق میگه که خب بله دیگه کشتنش حالا توی این شرایط خوبه. اکثر پارادوکس ها هم یک شرایط کلی رو میگن و اگه شما بیاین تو شرایط مختلف بذاریدش میتونید بهش جوابهایی بدین که بهش بخوره و درست باشه. پس بیایید فکر کنیم اگر کشتی تسوس رو ما از نظر هدفی و هویتی در نظر بگیریم، این کشتی همون کشتیه. دقیقاً جوابی که به کسایی که گفتن نه، یعنی این کشتی از چوب بلوط بوده دوباره با چوب بلوطه، از فلان پارچه بوده بادبانش دوباره فلان پارچه است، از فلان جنس فلز بوده میخواش، طراحی داخلش یکیه و هدفش چی بوده؟ مثلا تفریحی بوده، مثال میزنیم مثلا ماجراجویی بوده، مثلا میرفتن توش، یا مثلا چی بهش میگن جنگی بوده. همون هنوزم همونه دیگه. پس اون کشتی همون کشتی قبلیه. اما اگه بیایم بگیم این کشتی همون کشتیه که تسوس توش بوده، نه این اون کشتی نیست. شاید بعضیاتون خوب نفهمیده باشید، برای همین بیاید یه مثال دیگه براتون بزنم از کلیگویی این پارادوکس‌های فلسفی. وقتی میگم کلیگویی میکنن یعنی نمیان شرایط رو به ما بگن. برای مثال بریم توی علم ریاضی و مبحث توانها. توان چی میگه؟ میگه که هر عددی بالای اون عدد بیاد نشان اینه که اون عدد چند بار باید ضرب در خودش بشه. درسته؟ چون دارم کلی حرف میزنم درست نیست، چون ما یک توان صفر داریم که اصلا از یه قاعده دیگه پیروی میکنه. یعنی شما ضربی انجام نمیدید، برای اینکه بفهمید چی به چیه اصلا از یه روش دیگه میرن که اثبات کنن فلان طوره و یک میذارن جلوش صفر، یعنی هیچ ضربی اتفاق نمیافته. پس شرایط رو وقتی بیان کنی بیا بگی 2 به توان صفر مثلا شرایطش اینه و جواب میشه مثلا 1 یا هر عددی به توان صفر، شما اومدی شرایط رو بیان کردی و براش یک جواب کامل دادی. و اما اگه بیان میگن هر توانی به جز صفر رو بیان کنن و بگن نشان این از اینه که این عدد فلان قدر ضرب در خودش میشه، بله اون درسته. ولی اگه کلی بیایم بگیم و صفر رو هم حساب کنیم، نه این غلطه. امیدوارم که فهمیده باشید این ویدیو از چی به چیه، چون مباحث فلسفه معمولا نفهمی میاره. و همین دیگه، این بود از این ویدیو. اگه خوشتون اومد لایک و کامنت و سابسکرایب بکنید، نکردینم فدا سرتون. تا یک ویدیو دیگه، گودی بای.